ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله درس‌های عقیده، درس امروز ما و شما درباره قنطره هست. دو اصطلاح هست که در روز قیامت می باشه، یکی صراط است و یکی قنطره. صراط، اما خود کلمه صراط در هفته گذاشتم براتون گفتم که صراط یک راه است. خود ما شما در قرآن میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط در عربی راه را میگن و ما و شما که ایمان داریم راه بین میدان حشر و جنت. گفتیم که این طرف میدان حشر است و این طرف دیگه جنت است. در بین میدان حشر و جنت دوزخ است و کسی که میخواد از میدان حشر به جنت بره باید از این راهی که مثل پل وارست از این باید ورود کنه. کلگی حتی پیغمبرا یکی دخول است یکی ورود است. دخولی است که یک نفر در دوزخ داخل میشه و ورودی نمیگه مثل ترانزیت. شما اگر وقت به کشور اروپایی میرین باز دوبای آدم یک چند دقیقه میگه از تو ویزیت میگه چی از ترانزیت است، تو را داخل نمیمونه که در دوبای بری. از همون پیش در وجود همون چیز میدان هوایی یک چند دقیقه هستی میبرید. پس این پل که از صراط ما شما گفتیم که این مثل پل وارد که بالای دوزخ است و از اینجا حرکت میکنه هر کسی که به حساب مسلمان است. این صراط برای مسلمان هاست، چون مشرک، منافق، کافر، مرتد یا به صراط نارسیده در دوزخ داخل میشه. اما مؤمنین از سر از این تیر میشن. چرا از این مؤمنین تیر میشن؟ به خاطر از این که اینمی راست دیگه راه نیست، باید از این پل تیر شوی. و مؤمنین چرا از اینجا تیر میشن؟ صراط و قنطره چی فرق داره؟ صراط هم یک پل است. قنطره علما دو قسمی را تعریف میکنن. بعضی هم میگن که یک به امتداد اینمی صراط در ختم از یک پل دیگه میه که باز از اونجا مؤمنین به جنت میرسن. صراط و قنطره چی فرق دارن؟ صراط برای حقوق الله هست، یعنی در پل صراط در این پل حقوق الله محاسبه میشه. در قنطره حقوق العباد است. پس اینا وقتی که یک نفر از میدان حشر حرکت کرد حال دیگه نمیخواست میه نماز و روزه و این پا کل چیزایی که حق الله هست این کلش در پل در صراط است. از این خاطر در هفته گذاشتم گفتیم که یک نفر مثل
در احادیث آمده که و حدیث هم خدمتتان ده و هفته گذاشته خانم که یعنی بعضی کسا هستن که کمر برق در حدیث شریف آمده، حدیث صحیح مسلم است. بعضی کسا هم مثل برق وارزی تیر میشه. برق چه قسم است که همین سویچ زدی تک این طرف چی میشه میرسه. و بعضی ها فی طرفت عین در حدیث صحیح بخاری آمده که مثل چشم به هم زدن که تا چشم خود پت میکنه از این پل صراط به اون طرف رسیده. یگان وقت بر آدم یگان گپ در تصور انسان چون موضوعات غیبی هست آدم سعی تا چی نمیکنه میگه چه قسم باشه در ما دمی یک کشور رفتیم یک راه بود که از این قسمت تا او طرف میرفتیم یک راگه که چی بود یکی زینای متحرک خود افغانستان هم آمده نه که در این طرف سینه قرار استاد میشی توی قرار قصه میکنی وقت و بالا منزل چندم رسیدی یکی همین راه متحرک است که اینجا ما استاد بدیم خلاص همینجا که پای خدا مانیم و قرار قصه داشتیم راه خودش حرکت میکرد یعنی همین که انسان برق واره میرسه و با هاجل میرسه. بعضی ها کمر ریح بعضی ها مرور میکنن مثل مرور بادواره این هم در حدیث صحیح مسلم است. بعضی ها کمر طیره مثل مرور پرنده واره مرور میکنن و بعضی مردم ها و شد رجاله بعضی هم مردا که میدوان اما تو جوانایی که سپورتمن هستن میدوان دوش میکنن این قسم تیر میشه دیگه. بعضی کسای دیگه هست دمی قسمت میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگه پیغمبرای اینجا هستن اینا دیگه باز امت خدا میبینن که تیر شده میره و میگه اللهم سلم سلم پروردگار سلامت داشته باش خطرناک. حتی یجی الرجل فلا یستطیع السیر الا زحفا. بعضی کسای دیگه است که اینا زحف زواحف در زبان عربی چیزایی را میگن که به سینه حرکت میکنن مثل مار یعنی بعضی کسات به سینه زفت و پروت که میکنن به شکل زفت و پروت حرکت میکنن از این پل از این طرفش تا اونجا. به این خاطر است که چون کسی که لا اله الا الله میگه اینجا از این تیر میشه لکن یک کسی است گفته مثل برق وارد تیر میشه یک کسی دیگه هست که در یک ثانیه اونجا میرسه در جنت و یک کسی دیگه هست که 10,000 سال بعد میرسه. کلمه گوی است مسلمان است. امی که ما شما میخواین که رسول الله هم گفته که من قال لا اله الا الله دخل الجنه صحیح مسلمان داخل جنت میشه لکن میگه صوفیان صاف را اول به دوزخ میبرن شستشویش میکنن واپس به جنت میبرن. این حال بعضی کسایی است که در جنت میرن لکن 10,000 سال بعد هر کس به قدر اعمال خود. این صراط است. خی قنطره چی است؟ ما صراط دو هفته گذاشته خانم مثلا زیاد ساد نمیشم. قنطره در زبان عربی ای هم به معنای پل است و در اصطلاح میگم مکان است که بعد از صراط و قبل از جنت واقع هست. پلیس بعد از این که در آنجا مظالم چی را میگن؟ ظلم یک انسان بالای انسان دیگه است. پس در صراط حقوق الله محاسبه میشه. هر حق الله را که نکردی در پل صراط به مو اندازه حرکت ضعیف میباشه و زیر پل آتش است. از این خاطر میگن شما شاید یک حدیث خوانده باشین که ادناترین عذاب دوزخ میگه چی است؟ میگه مثل که یک نفر بوتهای آتشی پوشیده باشه که امی قفای پای زیره سرخ به مغز سرش جوش بخوره. خب حالا یک نفر 10 دقیقه سر پل صراط توقف کنه خود زیر آتش دوزخ است، سر پل است، مغز انسان جوش میه. این حال چقدر نماز ترک کردیم،
چقدر در مسجد در جماعت بی تفاوت هستیم، چقدر در حق الله بی تفاوتی میکنیم. این اونموجه هست که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. این مشکل اینجاست. خب اینجا گفته که قنطره پلیس که بالای بعد از صراط قنطره شروع میشه قبل از رسیدن به جنت. در آنجا ظلم هایی که بعضی ها بر بعضی دیگری کرده اند قصاص صورت میگیره. این پل چی هست؟ هر کس حق یکی دیگری خدا حقای بنده هاست. امام بخاری رضی الله تعالی عنه میگه حدیث صحیح بخاری دلیل ثبوت قنطره، شاید یک نفر 60 سال در مسجد نماز خوانده باشه و شما اکثرتان شاید 20 ساله 30 ساله باشین تا حالا کلمه قنطره را نشنیده باشین. چون در افغانستان یگانه چیزی که ما کمبود داریم عقیده هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله 13 سال درس عقیده داد، اما در افغانستان اول درس از خواجه حافظ شروع میشه. اول درس از کجا شروع میشه؟ از خواجه حافظ. خواجه حافظ هم که خواند، هر کس که خواجه حافظ خواند از این خوب شرابی جور میشه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی، ای ساقی صاحب عربی، ادر کأسا، پیاله کأس همون پیاله که دو شراب میخورن، و ناولها و دیگه صاحب تناول کنیم. این عقیده مردم ماست که یعنی بسیاری وقتا اما از قنطره خبر ندارن که اونجا من چی محاسبه میشه. این حالا چون در عقیده ما بیخی هم تو چی هستیم بسیار مشکلات داریم. از این خاطر اکثرا کسایی که ریش خود در اسلام سفید کرده مخالف بسیار بزرگ عقیده رسول الله صلی الله علیه و آله است. حال در مسجد خب بیدین نمیه، به نماز نمیه. نماز خان اگر یک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجد ادا کردی مخالفت میکنه. عالمی که از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله است، آیات قرآن گپ بزنه، او در مسجد توسط همین کسایی که خود تیکه‌دارای مسجد میگن توسط از مسجد رانده میشه. چرا؟ چرا ما آغاز تهداب بر ما در چی ماندن؟ در غلط ماندن. در چی ماندن؟ در خواجه حافظ ماندن و در اینمی اشعار ماندن و سر ما خوشحال هستیم والا فلانی شعر میخوانیم فلانی شعر و او اعتقادات. من میاد یک در ادبیات درس دارم، یک کتاب درباره ادبیات اسلام نوشته میکنم. بعضی از شاعرایی که به نام شاعر مسلمان است که سیل کنی عقیدهش عقیده نصاراست. کلمه ناسوت و لاهوت این از عقیده نصارا گرفته شده. خلاصه چی است که نصارا میگن که عیسی علیه السلام ناس بود، ناسوت یعنی انسان بود، لاهوت شد اله شد، خدا گشت، بچه خدا شد. این حال بسیاری وقتا شما در شعرها میخوانین که فلانی نفر صاحب که یک چوپان جنجال داشت، بازو چوپان این قسم گفت این قسم گفت، باز آخرش میگه که امو چوپان برازی میگه که برو بیادر برو موسی علیه السلام آل ناسوت ما چی باد؟ لاهوت باد. پس عقیده اونمو که انسان به اله مبدل میشه در این اشعار است که ما این اشعار بیخی قبول کردیم که این اشعار قرآن است، این اشعار دین است، این اشعار عقیده هست، در حالی که این اشعار عقیده را خراب میکنه. بخوانین. پس حدیث صحیح البخاری است. امام بخاری چی میگه؟ عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اذا خلص المؤمنون من النار، وقتی که مسلمان ها از آتش دوزخ خلاص شدن، یعنی از پل سراسر آتش چیر شدن، حبسوا بقنطرة بین الجنة و النار، یعنی یا محبوس میشن در یک قنطره که پل وارست. غیب است، بعضی چیزا غیبیات است، ما نمیتونیم زیاد در مسائل غیبی
آمنا و سلم داد. دیگه ما زیاد تشریح کردن نمیتونم، کس برای ما بیاید که صاحب چطور است. رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث صحیح بخاری است میگه که به قنطره حبس و حبس میشن. همین مردمایی که از صراط تیر شدن، از این پل تیر شدن، چی میگن؟ میگه حبس به قنطره بین الجنه و النار، در یک قنطره که بعض مفسرین بازی رو به پل تشریح کرده والله اعلم، اونا کسایی که تشریح کردن. فیتقاصون مظالمه، پس اینجا قصاص مظالمه میگیرن. کانت بینهم فی الدنیا، ظلمی که یک انسان در حق انسان دیگه کرده. پس آن باز حدیث دیگه میره تشریح میکنه. حتی اذا نقوا و هذبوا، سبحان الله، تا ای که باز اینجا خوب پاک شون و تهذیب شون. در جنت انسان پاک داخل میشه. یا از دنیا پاک بیری با عقیده پاک، با اعمال پاک، با جسم پاک، با عبادت پاک، و یا ای که در اونجا در صراط و در قنطره و در اونجا توسط سوختاندن ای پاک شود، باز در جنت داخل میشه. او را انشاءالله باز اگر چیزش بود من براتون وقتش بود تشریح میکنم. حتی اذا نقوا و هذبوا، وقتی که خوب پاک شدن و تهذیب شدن و قصاص گرفته شد و حق مظلوم از ظالم گرفته شد، باز اذن لهم بدخول الجنه، باز داخل جنت میشه. فوالذی نفس محمد بیده لاحدهم بمسکنه فی الجنه اعدل بمنزله کان فی الدنیا. میگه قسم است به او ذاتی که امو نفس محمد صلی الله علیه و سلم در تصرف از او هست، که هر کس امو منزل خود در جنت خوب بسیار میفهمده که این صاحب باز راه خود پیدا میکنه. مثل که در دنیا خانه تا پیدا میکنی، در جنت هم وقتی دروازه باز شد باز خود به خود میفهمی که این صاحب این جای ماست، این چطور است. سبحان الله. خب دیگه در قسمت صراط علما چیز که مثلا صاحب فتح الباری چی میگه؟ میگه قنطره آنچه ظاهر است، قنطره عبارت از طرف آخری صراط که به جنت نزدیک است می باشد و ممکن است که بغیر از آن چیزی در بین صراط و جنت باشه، ممکن است چیز دیگه باشه که بین صراط و جنت باشه والله اعلم. دیگه باز امام قرطبی میگه قنطره صراط دومی هست که صراط اولی پل اول برای حقوق الله بود، در اینجا حقوق انسان هاست. خب آیت قرآن چی میگه در مورد حقوق انسان، حق انسان ها را؟ ما و شما بسیاری وقتا یک نفر بسیار دیندار است، متوجه باشید، احیانا شیطان یک نفر غافل در حقوق الله میکنه. یگان وقت شیطان انسان در حقوق الله غافل کرده نمیتونه، خوب نماز میخونه، خوب رکوع میکنه، خوب سجده میکنه، خوب عبادت میکنه، حتی سنت ها و مستحبات مراعات میکنه، لکن در حق حقوق بنده ها باز بسیار بی تفاوت می باشه. در حق مادر خود، در حق پدر خود، در حق همسایه خود، در حق همسنفی خود، در حق همکار خود، در حق فقیر مسکین و در قسمت ها. در آیت قرآن میگه که سوره زمر آیت 29 الی 31 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ضرب الله مثلا رجلا، اینجا باز یک میگه که انک میت و انهم میتون، ای پیغمبر تو میموری و انهم میتون و این کسای دیگه که هستن یا کل از اینا میمیرن. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، باز شما در روز قیامت به نزد پروردگارتان تختصمون خصومت میکنید. خصومت چی معناست؟
که مثلا یک نفر که یک نفر دیگه جنجال داره که فلان نفر پروردگارا حق مرا خورده، مرا دشنام داده، مرا لط کرده، مرا زده، مرا اینی کارا را کرده. این ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. و یک مفسر دیدم یک جمله نوشته کرده بود و بسیار جالب است. او چی میگه؟ میگه ظلم الانسان نفسه فی حق الله تحت المشیه. این گپ میگه بسیار دقیق متوجه باشین که اگر یک نفر بالای خود ظلم میکنه در حقوق الله، این به مشیت الله هست که الله گفته که من حق ازیره میشه که ببخشم. یک نفر 1000 رکعت نمازش قضا شده، این حالی قضای نماز ازی در تحت مشیت الله، چون نماز حق الله هست. یک نفر نماز نخوانده در اینجا تحت مشیت الله میه، یعنی میشه که این میره الله ببخش عفو کنه. اما میگه اذا کان دون شرک، فکرتان میگه باشه که در مشیت الله گناه های میه که پایین تر از شرک است، یعنی شرک الله نمیبخشه. و مشکلی است که در قسمت شرک مردم ما بسیار بی تفاوت هستند. یا عالم میگه که گناه هایی که در انسان که سر خود ظلم میکنه در صورت که حقوق الله باشه و این گناه ها پایین تر از شرک باشه، اینه میگه ان شاء الله غفر الله، اگر الله بخواه اینه میبخشه، این تحت مشیت الله هست. و ان شاء عاقبه علی، اگر الله خواست به خاطر ازی اینه عقوبت میکنه. لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشیه، لكن حق انسان ها در زیر مشیت داخل نیست. یعنی الله مشیتش این نیست که حق انسان ببخشه، پس حق انسان از انسان دیگه چی میکنه؟ قصاص میگیره. یا خود او انسان تو را ببخشه، مشیت الله دایی است که یا خود او انسان تو را ببخشه، و یا تو در مقابل از او در روز قیامت از اعمالت بر از او بیتی که او باستره قناعتش حاصل شوه و تو خلاص شوی از حق کسی چیز کرد. پس در حدیث شریف که در قسمت مظالم میگه که در روز قیامت ما و شما محاسبه میشیم در حقوق دیگران، حقوق انسانها، حدیث صحیح مسلم است، حدیث 2581 صحیح مسلم است. امام مسلم رحمت الله علیه چی میگه؟ عن ابی هریره رضی الله عنه، میگه ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اتدرون ما المفلس؟ حال موضوع قنطره تشریح میشه، حال موضوع قنطره تشریح میشه. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صحابه کرام پرسان کردن که اتدرون من المفلس؟ گفت شما میفهمید که مفلس کی است؟ قالوا، میگه اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم گفتن که المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. میگه گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مفلس به شما کسی است که کو پولی نداشته باشه و مال متاعی نداشته باشه. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که ان المفلس من امتی. حالا اگه سوال امتحان براتون آوردم در امتحان که مفلس امت رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست؟ صحیح است نه؟ این حال شما چی میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت، من کسی است که یاتی میایه یوم القیامت بصلات، خوب نماز یاد خوانده، خوب صحیح فرایض واجبات سنت ها مستحبات کلش ادا کردن، و صیام، خوب روزه گرفته، و زکات، و زکات فرضی خودم خوب ادا کرده. یعنی مفلس کسی است که خوب حقوق الله را ادا کرده، حقوق الله را کلش ادا کرده. و یأتی، لکن در روز قیامت ایره که میرن و قد شتم هذا، ایره دشنام داده، به مادر دشنام داده، به خواهر دشنام داده، به همسر دشنام داده. و این در کشور ما و شما یعنی دشنام دادن برای بعضی کسا بیخی هم تو
همون چیزی که زبانش هست دیگه. حتی که یک دعای سلام هم که روان میکنه که همون سلام علیکش هم بخوانی یک دو از دهش، یک دو است. بچه‌ام خوب هستی؟ بچه‌ام. تو کی بچه از او هستی؟ این حالا دمو گپ عادی بسیاری کساس در یک جای ما رفتیم در یک مجلسش چین کلان آدمای سنای کلان داره چی میگن؟ والا صاحب ببخشید صاحب ما در بین خود مذاق داریم. یک دوایی که دیگه خودم میزنن مفتم خوی مذاق نیستی خب بخی با سلمان باز میگه که والا صاحب ببخشید ما چی هستیم دیگه مذاق داریم. خب میخوام مذاق دارن که دیگه مثل حیوانات رو یک سر دیگه خانمش دعوا میزنه، خواهرش دست نام میته، همسرش دست نام میته. این چه قسم مذاق است؟ این نشته میشه. خب ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامه بصلاه و صیام و زکات و یاتی وقد شتم هذا ایر دشنام داده و قذف هذا ای دیگر صاحب قذف کرده. قذفی است که مثلا یا با یک گناه کبیره زنا یا همجنسگرایی و نگاه پاور متهم ساخته باشه، فلانی نفر زناکار است، فلانی نفر اینطور است، ناقی سر مردم. متوجه هستین؟ و قذف هذا و اکل مال هذا، پول یک کس را خورده. بسیار کساس خوب نماز میخونه لکن خوب رشوت میخوره، خوب در حق مردم میراث خوب میخوره، خانه مردم خوب غصب میکنه، زمین مردم خوب غصب میکنه. حق مردم است، مال مردم، مال کل ازی داخل میشه. و سفک دم هذا و خون فلانی نفر ریختانده. بسیاری کسا هست حال در افغانستان، بعضی کسا را که ببینید که بسیار خود خوب دیندار میگیرن، خصوصا در رهبرای ما و شما سه مو رهبری که جنتی است 100 تا را خود چپک کرده، صحیح نه که چیز نکرده بود، 100 تا را کشته باشه رو میگه نه زویق 100 تا 2000 دانه را کشتن، بس کانتینر بس کشته. این خصای ببین یک چند تا که و سفک دم هذا و ضرب هذا و ایره لط کرده، زدن و لط کردن و جنگ کردن و عمل در بشار که از دی افغانان تا پل خشتی بری یک 20 تا جنگ هست، یکی بینیش نیست، یکی دندانش شکسته. بسیار گپ عادی، بسیار گپ عادی. پیش برو یک همه ترشی که پیش برو تو چرا پیش برو چرا پیش نرو وقتی پشنگاو شده نگی خود دادم. این حال اینجاست که چی هست و سفک و ضرب هذا فیعطى هذا من حسناته. خطر در اینجاست در روز قیامت استاد هستی صحیح نه؟ اهل محاسبه استاد دایی است صحیح؟ این حال صاحب شما 40 نفر اینجا بریم قطار شما از این بترس که در روز قیامت در روز قیامت استاد هستی و محکمه الهی هست. ما لهذا الكتاب دفتر اعمالم برات داده شوه لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یک روز ما در راه دیدیم برش یک کلمه ازدشت گفتیم و این حال صاحب آمده روز قیامت هست دیگه، هر کس میخواد جیبای خدا پر کنه والا چرا ما چیز نگفتیم بخوان دفتر اعمال تا یک روز که سر ما یک پرزگک رفتی خب سادایی چرا سرزی پرزه رفتی این حال سادایی شرمنده روز قیامت است استاد است. استادایی در کجا نماز را خواندی؟ بتش برش درکات نماز صاحب یک درکات دمی مسجد عثمان غنی دمی نوابات دیگه پک پالی تانگ تیل بسیر سالنگی صاحب یک مسجد است همینجا یک درکات خواندیم. نه این چی میگه؟ نه صاحب این نمازش کنم معلوم میشه تو خط خطکی است. از این نمازهای لوکست درکات بتش. نماز قبول شدگی نماز قبول نشده که تو تست مرغوار خواندی نماز قبول شدگی درکات بتی درکات نماز قبول شدگی باز که دفتر اعمالشه دفتر اعمال باز میکنه درکات نمازش در مکه مکرمه قبول شده. این سب درکات نماز گرفته یادت رفت که یک روز ریزگه که ما آوردم پیش دستر میزت
تیرک تا آوردی که برات میگفتم السلام علیکم، سلام بده بگو السلام علیکم. السلام علیکم. یادت رفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یاره، با چشم خود میبینه. پر تو در پروژکتور تصویر استاده که 100 زیر از پیشش گرفته، رشوت خورا، بازنامش چی مانن؟ حق گرفتم. باطله در افغانستان چی میگن؟ حق گیری میکنه. آفرین که حق گرفتی، بته نال حق ازیره چی بود تو میشه؟ بته یک 20 رکعت نماز، این حال 20 رکعت نماز اگر به خاطر 100 سلام علیکم ترک ما چیز نگفته. او یک روز که یادت میه که اعصابت خراب بود مرا دو زدی، بته 20 رکعت دیگر سر برزی. تو چی گفتی؟ نمره مده امتحان کم دادی. بابا چه کم نداده باور بکن. بکش دفترم حالا این سه میشه اما که آمدم برات گفتم که استاد نمره من کم دادی، برو جا برو کار خیستم که تریم این حالا سه عقل راست میگه درکاتا میگرفت. تو چی گفتی؟ دفتر اعمال از اگال من خواهر قدر میشه این حالا هر کس میگه یختصمون چی مانا؟ قصاص چی مانا؟ اینه میگه این حاله الله نگاه کنه اینه میخواه دیگه تو دیگه نمیخواه سهل میکنی یا گرفته میره و گرفته میره و گرفته میره. و اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاة و یأتی وقد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. خون ریختاندن شهید امو در دستش و امو با خون و خون پر میه و از گلون انسانی که ایره به شهادت رسانده بمبارد کرده که تیارای خود یا توپا را بند کرده و دستش در یخنش است و میگه پروردگارا حق مرا از پیش ازی بگی. الله از این روز نگاه کنه، الله از این روز نگاه کنه دست 1000 نفر و قد شتم هذا و اکل مال هذا و سفک و ضرب هذا ایره لد کرده فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم. این خطرناک است. کالیا که آمدن قطار از کل ازی حالت سیل میکنن دفتر اعمالا که نه نماز مان نه روزه مان نه عبادت مان کلش مردم برد. آلی قطار هنوز هم است. یارو چطور کنم؟ میگه خب یا خب برد بس برو یا برد این حساب دیگه حسنات نمانده. آلو چطور میکنی؟ آلو میگه از گناه های ازی بگی در کله ازی پرد. خود چی گناه کردی بیادر؟ کدام فیسبوک ها که کدام روز تو واس کردی که کدام چیزا که فری آمده باشه نه هم تو فری سعی کرده بود من بدبخت نماز خان آلو فری های ازی در کله باش صحیست؟ عمر رضی الله تعالی بچه خدا میگه که بچه پیش ازی که محاسبه شوی خودت محاسبه بکن. خودت محاسبه بکن که در روز قیامت اینو تو حالت است. آل سب پس تو تکلش این فری سعی کرد 70 تکله استاد فری های ازی نوشی چارت تو چی کردی؟ یگان گناه منا یگان چیز تو دام وقته اینه یگان گناه که هم سب یگان گناه کردن اینه ولی اینه سب اینه گناه هزیرم دکله هزیر بایی بازی نخوریم که ما نماز میخونیم ما روزه میگیریم ما عبادت میکنیم و باز در حقوق بنده های الله چی هستیم؟ بی تفاوت هستیم. الکلمت الطیبه
صدق السلام علیکم قندق سیست طبیعت یکشی جانبان جور خلاص سیز کتی یک مسلمان السلام علیکم خوب هستین جور هستین بخیر هستین وطن دارا کده یه خوب کتی یک مسلمان حقش چیز کن بعضی کس بفرمایید شمس الان بسیاری کسا هستن که چی کردن بسیاری کسا هست کمک یک نفر کمی دید که رنگکش سیاست او زاغ بچش چطور هستی؟ کارغن؟ چنگه؟ کارغو گله؟ الله او را می قسم خلق کردن یک کس را دید که کمک قدش بخش است دیدی قدوگه کرد؟ میگه نمیگه اینمی کلمه تو در روز قیامت از نماز و طاعت و عباداتت گرفته میشه و اگر نماز و طاعت و عبادت نداشتی گناه از در کلی تو مفته چرا؟ ثم طرح فی النار بازی که در اونجا که برید نمان چیز برد دیگه نمان خب با انسان با اعمال صالح و اعمال صالحی تا بعد دست خودت گرفتی تا اونجا توضیح کردی از این خاطر خلاصه از این درس در چی میرسیم که یک حدیث است بعضی علما میگن که ضعیف است بعضی علما میگن که این حدیث چی است سندش خوب است خب منتها معنایش اول ما یختصم یوم القیامت الرجل و امرأته اولین خصومت خانمت در مقابلت استاد میشه برای خانمت میگه که صاحب شوهر حق داره که شوهر احترام بکنی که اطاعت شوهر سر تو فرض است نه اطاعت شوهر سر فرض نیست اطاعت الله بالای خانم فرض است که وقتی شوهرش او را به کاری که مطابق شریعت امر میکنه او را اطاعت بکنه نه که شوهر هر چی گفت برش بخیزه بکنه شوهر خب از شوهرهای بی غیرت است میگه چادرت بوسو کو نماز نخوان عبادت نکو باز بیا نیست این حال بسیاری که اساس از خانم خود خوب حق خودم میگیره ما و شما مردا و باز وقتی که حق خانمش میشه باز ایره چیز و میگه والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها و رجلاها يشهدان عليها میگه دست پاش سر از شهادت میده هم سر زن خانمی که حق شوهر خود تلف میکنه و هم شوهری که حق خانم خود تلف میکنه و بینمیش دست پایش چی میکنه فمثل ذالک اهل بازار در مارکت در بازار در سودا میری مردم فریب میتن بسیاری کسا در 10 روپیه در 5 روپیه در 20 روپیه اهل اسواق یا کلشان در روز قیامت چی میشه از این خاطر حدیث صحیح بخاری است آخری موضوع ما وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما و شما است رسول الله صلی الله علیه و آله برای شما چی توصیه میکنه در نتیجه کلی گپا را گفت نه آل وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله چی است عن ابی هریره رضی الله عنه حدیث صحیح بخاری هست عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درهم میگه اگر سر حق کس را خوردین سر کس ظلم کردین تجاوز کردین چیزی گفتین پیش از این که روزی که درهم و دینار نباشه امروز باید از پیش از خدا چی کنی خدا حلال کنی چی معنی بری از پیش معذرت بخوای اگه په مال کس را خوردی مالش برش بدی اگه زمینش خوردی زمینش برش دوباره مسترد کنی حقش خانهش خوردی در خانهش سیز بعضی کساس مثلا آدم در بعضی جای برابر میشه زبان نداره یک نفر گپ زدن نداره و جان مقابل تیز از چالاک است از چالاکی استفاده میکنه زنده خانه انسان غصب میکنه الله خورا میفهمه و در روز قیامت پس وقتی که فهمیدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وصیتش است که اگر حق کس را خوردی مالش خوردی دشنام دادیش رشوت گرفتی زمین کسی را گرفتی خانه‌اش گرفتی فلیتحلله منه اليوم قبل ان يكون لا دینار ولا درهم پیش از اینکه دینار و درهم نباشه خدا حلال بساز خدا پاک بساز و خدا عزیز بساز الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق نصیب بکنه که کاری بکنیم که در او رضایت الله و رسولش باشه و در روز قیامت در جمله کسایی باشیم که از عذاب الهی نجات پیدا کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سنگ خاره ای جان من
فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین